جیمز والسی رئیس پیشین سازمان سیا 20 سال پیش یه مقاله نوشت که و یه سخنرانی کرد در دانشگاه لس آنجلس. گفتش که جنگ جهانی چهارم شروع شد و در این جنگ جهانی چهارم 22 تا کشور رو باشون تعیین تکلیف میکنیم: ایران، افغانستان، سوریه، یمن. اسم برد. کی رو به روی این جنگ ایستاد؟ ایران. کی جنگ جهانی چهارم رو به شکست کشوند؟ ایران. من به همه جوانان ایرانی و به همه جوانان افغانی تأکید میکنم کتاب جنگ جهانی چهارم الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه رو ببینید. فقط هم فصل اولش رو بخونید. اصل این کتاب فصل اولش. 41 سال پیش چطور طالبان به وجود اومد؟ سرویس اطلاعات فرانسه به وجود آورد و در فصل اول کتاب جنگ جهانی چهارم الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه، اینو توضیح میده. میگه که من رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه بودم، سازمان جاسوسی فرانسه. میگه که بلند شدم، ریگان شد رئیس جمهور آمریکا. قبل از اینکه بره تو کاخ سفید مرسومه که رئیس جمهور آمریکا رو سازمان اطلاعات انگلیس میره بهش گزارش میده که دنیا چه خبره. سازمان اطلاعات آلمان، سازمان اطلاعات ایتالیا، سازمان اطلاعات فرانسه، همه سازمان اطلاعاتی دنیا باید برن یه گزارش به رئیس جمهور آمریکا که امپراتوره بدن که امپراتوری آمریکا تو دنیا این خبراست. اونجا این در خاطراتش در کتاب جنگ جهانی چهارم می‌نویسه که من رفتم اونجا و دیدن ریگان هنوز رسما وارد کاخ سفید نشده بود. فعلا انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور، هنوز نرفته داخل کاخ سفید. میگه رفتم از فرانسه رفتم آمریکا دیدن رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا سال 1980. میشه 41 سال پیش. الکساندر دومارانش میگه رفتم اونجا، گفتش که خب من شدم رئیس جمهور آمریکا، کجا باید تمرکز کنم؟ گفت من بهش گفتم تمرکزتو بذار روی افغانستان. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه بتونی شوروی رو شکست بدی، شوروی رو از ابرقدرتی بیاریش بیرون، نابودش کنی، تو افغانستان باید شکستش بدی. گفت خب این حرف تو قشنگه ولی چه جوری؟ گفت من بهش گفتم راحته، 2 تا کار میکنی. میگه که ازش پرسیدم آقای رونالد ریگان رئیس جمهور جدید آمریکا، شما مواد مخدری که مثلا پلیس اف بی آی میگیره چه کارش باید بکنه؟ گفت هیچی دیگه، باید مواد مخدر رو باید ببرن منهدم کنن. میگه من بهش گفتم نه آقای ریگان، چرا مواد مخدر رو باید منهدم کنید؟ مواد مخدر رو باید بفرستی تو سیستم، تو چرخه اون نیروهای متجاوز و دشمن تا اونا همه فاسد بشن. بعد خودش مینویسه اونجا، میگه ریگان به من گفت تو دیگه چه جانور عجیب و غریبی هستی، چه فکرایی داری. یعنی بخش اولی که طرح سرویس اطلاعات خارجی فرانسه بود که به ریگان پیشنهاد کردن این بود که مواد مخدر رو در افغانستان گسترش بدن، کشتش رو، از این طریق ارتش شوروی رو فاسد کنن، آلوده کنن به مواد مخدر و موفق بشن شوروی رو ضعیف کنن، که اتفاقا همین اتفاق هم افتاد. یعنی نیروهای شوروی خیلی هاشون بعداً به مواد مخدر آلوده شدن و درگیر قاچاق مواد مخدر شدن. میگه توصیه دوم من به رونالد ریگان این بود که، اینو الکساندر دومارانش میگه توصیه دوم من به رونالد ریگان این بود که به ریگان گفتم که میخوای شوروی رو نابود کنی؟ شوروی الان یه خرس دیگه، نماد شوروی یه خرس بود. میگه خرس کدوم جزء بدنش ضعیفه در مقابل زنبور عسل؟ چون خرس عسل خیلی دوست داره. وقتی میره بالای این درختا که کندو رو متلاشی کنه، عسل ورداره، عسل بخوره، زنبورا چند صد تایی چند هزار تایی میریزن سرش. یک نوک بینی خرس که مو نداره نقطه آسیب پذیری خرس. میگه بهش گفتم که خرس دستشو میذاره روی بینیش، کندوی عسل رو متلاشی میکنه، عسل رو برمیداره، چون نقطه ضعفش اینجاست. شوروی هم یه خرسیه، نوک بینیش آسیب پذیره. باید یه جریانی درست کرد در قالب دکترین ماسکیتو میشه پشه خیلی ریز در مدل پاپاراتزی. میگه بهش گفتم که باید از نظر مذهبی یه جریانات مذهبی درست کنی، چون شوروی کمونیسته، ضد دینه،
اینا با دین مخالفن، میگن دین افیون توده هاست. یه جریان مذهبی شدید تند باید درست کنی، بندازی به جون شوروی‌ها که نیروهای شوروی که اونجا هستن، مثل اون پشه ریز که نوک بینی خرس رو میزنه، عاجز میکنه خرس به اون گندگی رو. شوروی رو باید از طریق مواد مخدر و از طریق مذهب نابودش کرد. لذا میان تو افغانستان کشت مواد مخدر رو گسترش میدن. همین سرویس اطلاعات خارجی فرانسه با نظر آمریکا، یعنی مجوزش رو رئیس جمهور جدید آمریکا میده، ریگان. دوم این که میرن در پاکستان مدارس طالب ها رو به وجود میارن، پولم از عربستان میگیرن میارن، همه رو اونجا توضیح میده تو فصل اول این کتاب. و میان با پولی که عربستان داده مدارس رو ایجاد میکنن در شمال پاکستان، مناطق پشتون نشین پاکستان، و این بعد از 10 دهه میشه اون چیزی که بعداً به فروپاشی و شکست شوروی در افغانستان انجامید و از افغانستان از اونجا خارج شد. چند سال بعد اون جریانی که تربیت شده بودن در پاکستان به عنوان ارتش طالبان ریختن داخل افغانستان و افغانستان رو گرفتن، نجیب الله رو کشتند، وارد کابل شدن و حکومت تشکیل دادن. بعد القاعده و اینا گفتن اونجا لونه کردن، پایگاه زدن. 11 سپتامبر که شد، آمریکا به بهانه نابودی القاعده آمد اونجا، طالبان رو تارومار کرد و فراری داد تا همین چند هفته گذشته. الکساندر دومارانش رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه حرفش اینه، میگه من بودم رفتم به ریگان رئیس جمهور آمریکا گفتم که در افغانستان تو باید تمرکز کنی روی افغانستان و از طریق افغانستان شوروی رو شکست بدی، با مواد مخدر، با گسترش افراطی مذهب در قالب پدیده طالبان. حالا جالبه، من دیدم که این احمد مسعود پیام داده به ماکرون که آقای ماکرون کمک کنید شما فرانسویا تا ما تو دره پنجشیر بریم کابل بگیریم. به این جوان یک کسی باید اطلاع بده که پسر جان، فرانسه خیلی خطرناک، خطر فرانسه کمتر از خطر انگلیس نیست. انگلیسی‌ها 200 ساله خباثت کردن موقعی که در هند مستقر بودن، افغانستان رو از ایران جدا کردن. اما خطر سرویس اطلاعات خارجی فرانسه اینه که سرویس اطلاعات خارجی فرانسه بود که اومد با ISI پاکستان برنامه ریزی کردن، طالبان رو به وجود آوردن. این سندش تو کتاب جنگ جهانی 4 الکساندر دومارانش. و الکساندر دومارانش اونجا میگه که من ریگان به من مأموریت داد، گفت خودت برو تو پاکستان این کار رو اجرا کن. میگه من رفتم پاکستان، به نخست وزیر پاکستان گفتم که ما میخوام یه کارایی تو پاکستان انجام بدیم درباره افغانستان، شما مقامات پاکستان سرتون رو بگیرید اونور، نبینید ما داریم چه کار میکنیم، پولا رو چجوری خرج میکنیم. بعد میگه پولش چیکار کردم؟ میگه مواد مخدر رو تو افغانستان تولید میکردیم، تجارت میکردیم در سطح جهان، پولش رو میآوردیم با پولایی که عربستان هم میداد، جریان مدارس مذهبی رو گسترش میدادیم. تموم شد. حالا فرانسه شده ناجی افغانستان. چرا افراد نباید تاریخ رو به خاطر بیارن و آشنا باشن به موارد تاریخ؟ از این رو الان افغانستان دیگه اهمیت ژئوپلیتیک برای آمریکا و غرب نداره. اون به اصطلاح سال 1980 بود، 20 سال پیش بود که افغانستان اهمیت داشت که بین چین و ایران و روسیه یک حائلی بشه، نظر اینا متحد بشن. الان افغانستان باید از وسط متلاشی بشه، تجزیه بشه، مردم این کشورها مهاجرت کنن به پاکستان. این مهاجرت ها بی‌ثباتی به وجود بیاره تو این کشورها. گروه های تروریستی رو از سراسر دنیا مثل داعش و اینا رو بریزن اونجا، کشت و کشتار کنن. چین مجبور بشه در منطقه اویغورها و سینکیانگ بیاد اینا رو کنترل کنه. هند مجبور بشه در شمال کشمیر بیاد این کارو بکنه. اینجا وقتی تجزیه شد، پاکستان سهم خودش رو ببره، ایران سهم خودش رو ببره، تاجیکستان سهم خودش رو ببره، ازبکستان سهم خودش رو ببره، افغانستان تیکه تیکه بشه، متلاشی بشه و مشکلات و ناامنی به وجود بیاره. آمریکا و انگلیس هم تمرکزشون رو بذارن روی مهار چین که اقتصاد چین به قول معروف داره فشار میاره به اقتصاد آمریکا و اروپا، برن دور و بر اونجا اونو مهار کنن. کل طرح آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینه.